بچه‌ها یک نمود دیگر مثال ها هست که شما کمتر همون و کسرهای آمیخته مخرج اخیله و عذاب میکشیدن شما قیمی بکنید این چه مثلا نگاه کنید 8 بوتون مینوس 4 بوتون و 2 3 1 نگاه کنید تا انا یکم عددم ده ترشوندن قسمی کسرش هایمی نه قسمی کسرش 0 دویمند های نمیتونیم کو این حالت هم در ما چه میکنیم عیناً 8 یک تا کم کرده یعنی 7 بوتون می و قسمی کسری می سازیم قسمی کسریش مخرج کسری دوم چند؟ 3 1 می نویسیم 3 1 مینوس 4 بوتون و 2 3 1 انا کو نگاه کنید برای تر شوندن قسمی کسریش هست تر کننده هم قسمی کسریش هست قسمی بوتون رو ترک میکنیم 7 4 بگیریم چند بچه جان 3 3 1 2 3 1 ترک میکنیم چند 1 3 آسان بود دست نمی من یک مثال میذارم خیلی یک جای کار کنیم چی کنید فکراتون دست باشتم من میگویتون 9 مینوسی فرض کنیم 7 بوتون و 15 23 1 همینه کی دست باشته من جواب کرد یکم چا میکنیم دویا یک تا قرصیم چند بوتون میشه 8 بود انا کو قسمی کسری چند به چند میرسیم 23 آفرین 23 تقریبا خودش نویسه ایمانی من مینوس 7 بوتون و 15 23 انا کو دوامش من به نعمت الله باید چی خیلی کرد ترک میکنیم قسمی بوتون رو ترک میکنیم 8 هفته داریم چند 23 چند ترک میکنیم 15 23 خب 23 15 ترک کنیم چند میشه 8 بود 8 20 چند یکی 23 یکی بچه ها همین چیز همه فهما شده می؟ فهما شده باشد آفرین